با سلامی دوباره از استودیوی مرکزی که از دفتر مرکزی بخش توجیکی رادیو آزادی به شما بیننده عزیز و شالای گلخوجه هستم که این نوبت هم در روبروی شما قرار دارم و حالا ساعت با وقت پراگ 1 تکم 10 است و با وقت دوشنبه 1 تکم 1 و من آماده هستم برای شما سرخط خبرهای مهمی تاجیکستان و جهان را برسانم و بعد از علاقه 3 ساعت دیگر ما با شما در پخش مستقیم و میخوریم در برنامه خبری رادیو آزادی که در آنجا نیز ما تلاش خواهیم کرد خبر و گزارش‌های تازه و جالب را چون همیشه پیشنهادی شما کنیم. آشنایی روحانیان تاجیک با زردشت بعد تئاتر اکنون مقامات امور دین تاجیکستان تلاش دارند امام و امام خطیبان مسجدهای 5 وقته و جمعه را به تماشای آثارخانه ملی جلب کنند. عجیب این است که بعضی از این روحانیان گفتند برای نخستین دفعه به آثارخانه آمدند. مقامات مسئول میگویند وظیفه امام خطیب مسجد نه تنها از تنظیم جریان نمازگزاری و موعظه ها بلکه دانستن فرهنگ و تمدن ملت و جهان نیز عبارت است. برداشت حضور گروهی روحانیان تاجیک در تالارهای تماشای آثارخانه از سوی ساکنان یادی و همچنین خود امام خطیب ها چی است در برنامه برایتان گزارش را در این زمینه پیشنهاد میکنیم. در واقع جوانان تاجیک برای گرفتن تحصیل دینی اکنون به دانشگاه‌های روسیه می‌روند. طبق آمارها حالا بیشتری دانشجویان خارجی دانشکده اسلامی روسیه در شهر قزان تاجیکان هستند. جوانان تاجیک از شماره آنهایی هستند که به این دانشکده شامل شدند و آنها میگویند میدونند که پس از ختم آن با این اختصاص کار یافتن دشوار است، اما به هر حال بنابر انگیزه‌های مذهبی و دینی تحصیل در این دانشگاه را انتخاب میکنند. در حالی که مقامات دینی تاجیکستان تا کنون به تحصیل دینی جوانان تاجیک در خارج حساسیت نشان میدادند، حالا مانع تحصیل جوانان تاجیک در مکتب و دانشگاه‌های دینی روسیه نمیشوند. ظاهرا مقامات در تحصیل جوانان در این مکتب‌ها خطر را احساس نمیکنند چون مکتب‌های مذکور زیر نظر مقامات روسیه عمل میکنند. یک موضوع دیگری ما هم به روسیه داخل دارد. لطوکو بازداشت و اخراج آزار و اذیت مهاجران تاجیک در نزد قبرستان خوانسکی در مسکو ادامه دارد. مهاجران میگویند یگانه عیبشان این است که از ماموریت قبرستان ارزانتر قبرها را تعمیر میکنند. ضمناً اگر بیننده عزیز شما در خاطر داشته باشید 2 سال پیش در جریان یک زنازنی شدید در نزد همین آرامگاه شهر مسکو بین کارگران تاجیک این آرامگاه و یک گروه جنایی اکثرا زودگان منطقه قفقاز شمالی روسیه 3 شهروند تاجیکستان کشته و حدود 30 تن دیگر با شمول 23 مهاجر تاجیک زخمی شده بودند و کارگران آرامگاه خوانسکی میگفتند که خود را از یک گروه جنایی که میخواست گورکانها و سنگتراشها و حتی رهروان این گورستان را حق ببندد دفاع کردند. انتظارات از ملاقات روبرو. قرار است دونالد ترامپ چند روز بعد در هلسینکی با ولادیمیر پوتین ملاقات نماید. این گفتگو در چه شرایطی برگزار می شود و پرزیدنت آمریکا درباره این ملاقات زودرس چی میگوید موضوع دیگری بحث ماست. از جمله خواهیم دید که به کدام خاطر دونالد ترامپ میخواهد که روسیه دیگر باره عضو هشتگانه بزرگ شود. سیل در پنشیر، لغزش زمین در دره پنشیر افغانستان صدها خانه مردم را ویران کرده و چندین نفر را کشته است. اشرف غنی برای کمک به قربانی های فاجعه علاقه دستور داده است. تفصیلات را شما میتونید در برنامه خبری طوری گفتم بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر ببینید. و سطح کاهش کمبودجاتی در تاجیکستان به کندی پیش می رود. این یکی از خلاصه های بانک جهانی است که همین لحظه ها در شهر دوشنبه معرفی می شود. همکاران ما در این نشست شرکت دارند. از جمله این نهاد بین‌المللی همچنین گفته است که باز شدن مرزها بین کشورهای همسایه سبب کاهش تورم در تاجیکستان شده است و در این نشست مهم باز کدام رقم ها در رابطه با اقتصاد تاجیکستان گفته می شود. همه شما میتوانید بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری آگاه شوید. و طبری هم گفتم این برنامه طریق پخش مستقیم در آزادی ویدیو یوتیوب کانال مخصوص رادیو آزادی پیشنهاد شما می شود و همزمان در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org.